شیطان شبها به زنان بی‌حجاب تجاوز می کند. موسیقی برای زن حامله باعث می شود بچه در رحم حرامزاده بشود. در موسیقی غربی اشعه‌ای هست که فرزند را به بیماری ایدز مبتلا می گرداند. این زلزله ها ناراحتی امام زمان از مردم ایران است. اگر خواهش آقای خامنه ای از امام زمان نبود تا به حال چیزی از ایران نمانده بود. فرو کردن دو شاخه برق در پریز برق توسط زنان اگر در حضور مردی نامحرم باشد گناه کبیره است، چون باعث تحریک مرد می شود. واویلا. امام جمعه اردبیل فرمودند هنگام نوشیدن آب 3 تا بسم الله بگویید، زیرا در آب 3 تا جن وجود دارد، 2 تا هیدروژن، 1 اکسیژن.